سلام دوستان عزیز، کاک فسیگدا توقیشل کداختیم در خدمت دوستان مهربان. میتونه که مبارک باد بگه انشالله. روغن سیاه دانه تازه، یعنی که سیاه دانه ای خودی چی اومده گه سیریا دوستان، ای سیری هسته دولت شام اینا، یعنی که سیاه دانه را اینا میگیریم. بسم الله. اینا می اپاراتک دوستان، اینا ریختنش سر کردیم. بسم الله. سیاه دانه اینا هم خیلی آستاگ میریزه، اینا بجوهاش میگاوجیمش. اینا اینجا توریکتر اینا فنریکتا تلفن تامنا باز اینا فنریک گیرون میکنیم ولی که ببینه که یعنی که کاک فسیگدا میگم ویدیوهای ما دهقانی ختم ببینید دوستان. پول نستی اینا هم سیاه دانه را اینجا میریزیم، اینجا روغنش میریزه اینا این طرف دورش. اینا دوستان مهربان نگاه کنید، اینا روغن چکیده شده. روغن یعنی که اینجاش بود چیه این سیتکه شوتکه داره. با شوتکه انشالله با اترک پگه پول نستی پادروم نستی میفهمون. یعنی که ما چکو کردیم سر کردیم سیاه دانه تازه را نرخ نواش انیق میکنیم، دقیق میکنیم. یعنی که گرامش چند سمی، یا که 200 گرمش، یا که 1 لیترش، یا نیم لیترش چند گرمی و چند سمی نرخ نواش، یعنی یا گرامش قطعی پول نمیفروشیم انشالله. خوبچه ها را آوردیم سیاه دانه، یعنی در نظر دارم سیاه دانه میکنیم تازه چی میگن اوچگی میگیریم انشالله میفروشیم. این جو بجاش است. اینا در اینجا موسر میپکه در کار قایدویش میون فقط دهقانی است. اینا در اینجا بجاش در موسر میپکه میپرتویم شو. اینجا نه شوتکاک برای نه شکوفاکوش کم محکم میشن. مثلا با شوتکاک میشکیم، یعنی ایس میگه ایس میجابا ایس میبره انشالله. خوب دوستان مهربان، فقط پیگیری کنه سیاه دانه تازه در رقم 93 زنگ بزنید انشالله با تمام شهرها را با واسطه زدیک با واسطه پشته روی میکنه. تنی خوری بله انشالله. تمام. خوب خدا نگهدار، انتظاری سیاه دانه تازه باشه. دوستان عزیز، روغن 4 نتیمینه اینا کارکارچ سر کردیم انشالله بعد 1-2 روز ویدیو میبرویا. اینا ببینی یعنی که 4 نتیمینه ای سیریا این بجوهاشن. این اینجا روغنش میچکه، یعنی که ایش کافاکاش گرس میشن با ایش تاگ میشکیم شو انشالله. جدت کنه ویدیو را. روغن سویج عجیم تازه خلاد عجیم میش میگن چی میگن خلاصه اینا میخیل روغن اینا ببینید در نی پرشیده و نیم شده. اینا دوستان عزیز دوغو باشه، انتظار باشه انشالله میپرتیم. Алейкум, дорогие братья, кто смотрит нас, иншаллах, вот мы начинали работать масло черного тмина. Это холодный отжим. Вот это прямо от сырья идет. Вот наш аппарат. Бисмилlah. Вот здесь мы заливаем потихонечку. Бисмилlah. Вот здесь масло капает, иншаллах. Здесь дырочки здесь иногда закроются. Мы чистим, иншаллах, и заберем. И на днях видео выходит, иншаллах. Вот видите. И начинаем продавать, иншаллах. Будьте готовы. Вот это мусор выходит. Мусор заберем, иншаллах, и начинаем продавать. Просто будьте готовы. Холодный отжим от Бабаджона 88. Машаллах. Можете потом по этому номеру звонить. Салам, دوستان عزیز، خدا نگهبانتون باشه. قرار داریم در مترو لوبلینو، آدرسو در روی اکران هستن. پیش بازار کافی برکت، улица Красногорская 66 корпус D. خب ما دوستان مهربان چقدر که ویدیو سر شدیده چیکار کردیم؟ روغن سیاه دانه خدمت زدیم. این تازهش پیش بیو دارش. این خیلی در بخلاشکوی 5 لیتر رو گرفتیم. بعد دیگه چیکار میکنیم؟ نبود در ورانکا خطی بخلاشکوی خالی خطی در این پرشو میکنیم. هسته 250 گرمش، هسته نهی نیم لیترش 1400 سوم. دوستان مهربان همچنین میگیریم. اینجا نگاه کن دهنکاش اینم خیلی تازه خیلی اکرمی دهنکاش موندگی. اینه این بخلاشکوی در این واردگی، یعنی که هم تازه خود میکنیم. دوستان نگاه کنید که ما دهمی چقدر که دهمونجا جا بیدیم همونجا خود سخت شو میکنیم برای شما که ببینید
یکی چقدر الحمدلله ریال میاد، یعنی که هسته 150 گرم هسته چی میگنش نیشه خیلی بگیم لقم دیم پولنسی های نیشه بینید دوستان میرید و پیش بیارش اینجا بیا که اینجا فرمادن شبینه، یعنی که ته میشنه غاوسه ای این توزه این اینجا خیلی زدگیم الحمدلله. تمام نمودی داروها هستند اینجا. پلوس دوستان عزیز روغنی سیاه‌دانه توزه مغازینش هم داریم، مغازینش در اینجا مغازینش نآورده اینجا، مغازینش در پرسپیگ میره. خیلی حاضر توزه با واسطه پشتن هم روی میکنیم، زدکم روی میکنیم و تمام شهرها. اما بدون دوستان عزیز که وقتی دام پشتن همه میسپره چند روبل کشید همه ختم پلاتین میکنه، یعنی که دستاف که ختم پلاتین میکنه. این 250 گرمش 700 روبل، این نیم لیترش بگیم 1400 سوم. با اون خاطر انشالله زنگ زنیم در خدمت شما هستیم، حرکت میکنیم که بازم کو تو جواب بگیم رقم در روی اکران فقط حرکت کنه که وقتای که نمی برداریم در واتساپ نویس که مقصد که روغن سیاه‌دانه تازه در کردستان عزیز به حد غوثای از سیاه‌دانه سیریه. خوب دوستان عزیز یک اگر خدمت اینترنت باشه سوال داده که سیاه‌دانه اینجا سیاه‌دانه سیریه. خوب دوستان مهربان میتونه که بعد دیلی پر زنگ بزنه انشالله. ابرابود که کردگی الف که کردگی تازه هر یک کدومشو موندگی اینه دوستان مهربان برای شما بگیم کلی چی سواج گفتیم رسول اگرانی چی نه یعنی کم است و اون خطیر وقت به با پکر نگی که برای کار کردش خینه ده برای مثال میگه 5 لیتر زدن 2 روز 3 روز یعنی که 5 لیتر بعد کار کنی اون خطیر نبینی که این دهنه کنه و همه بخرش کنه و در پیش چی مختور زده استیم انشاءالله. بیا همسایا دارش ما پوتت کنم نم گو پوتن دیگه سیاه‌دانه تو سیاه‌دانه تو نمیگیری بچه‌ها سوزم سیاه‌دانه گم بردم خونه جزیر یکی چی میگم تری یک برده بود خودم گفتم در نوم صدا بردم صدقه همین چیشم یک سوزم آمده بخلا چه گشت مونده پرس کن بانون پیچون تو بانون خورد دادی ها؟ این دوستان مهربان همش ایاله اوناو پر کرده استودیم. خلاصه از این زنگ بزنیم بعد حجامه هم داریم در مترو لوبلینو الحمدلله خوب کردیم میتونیم بیایی بدیل پر در خدمت شما هستیم دوستان مهربان. 204 گفتی رسو نسیم 204 نسیم در خدمت شما دوستان مهربان. خداوند حفظتان کنه پروردگار سربلند باشه برای کار کشایش کار خداوند همه ما رو برای راست هدایت کنه. همین فایده نمیرسه به یک از زلال تا نرسون. سخنی خوب نگفته نمیتونی سخنی بد نگو بتونی در حق دعا کنی پروردگار همه ما رو برای راست هدایت کنه دوستان مهربان. روغن سیاه‌دانه تازه میگفتی ارگینال میگفتی این دوستان مهربان انشاءالله برای شما کارت کردیم. خیلی مهم نول خوبچه را آوردم پر کردم حالت کارکرد شما ندیده در اول ویدیو این همه شایعه برای شما کردم. رقم در روی اکران در خدمت شما بابا جان 88 خواهش میکنم که چی کنی وقتی قیمتی برادران نگیره که دکتمی در حقیقتا در کاره حجامه ما انشاءالله بیتباچکا دوش مساج بعد بانکا میمونه همه خدمت رسانی 2000 در پرسپینگ میر این در لوبلینو انشاءالله. خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه و کل گناه های ما را عفو سازه. السلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم تمام نمونه داروها هستن انشاءالله برای نزدیک با سورپرایز خوب داریم. حرکت کنی که پگاه ویدیو میپارتم پگاش امروز در روز جمعه میرود روز شنبه حرکت کنی که چوب زنگ زنی و در خدمت شما میشیم. یک سورپرایز خوب دارم برای روز یک شنبه. السلام علیکم
و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان مهربانی من. صبح خیر دوستان عزیز، روز سعید جمعه مبارک، پروردگار سربلند باشه، خداوند حفظتون کنه. دوستان راستش یک موضوع مهمی بود، یک موضوعی که بگیم داغی روز است. متاسفانه از حساب بعضی متاسفانه با باز متاسفانه از جانب بعضی برادران و خواهران خودمان میشود. ما قرار داریم در مترو لوبلینا، اینا ترگول سنتر مسکو یکم دیم ویخدش، اینا اینجا حجامه ما. خوب دوستان مهربان، چی بگم، هر یک کدام شما را خواهش میکنم با دقت گوش کنید. امروز جمعه است، احتیاط باشه. شخصانی که دکومنت نداره برادران مهربان احتیاط باشه، برای گرانیچا بگذاره دکومنت کنی، برای که ما هر روزه خیلی در یک ماه یا بار سه بار در همو چیو میشیم سپیس پریومو میبینیم حالشون. مادران و خواهران، شخصانی که مادراشون میارن، خیلی مادر دوست میداریم میارش روسیه، بعد دکومنت نمیکنه، خیلی بد میشه، هیچ گم نداره در خونه بیس، یا که اویلاشون میارن دکومنت نمیکنن. پلوس این دوستان مهربان طرف سلیکت و بلیدش احتیاط باشه. خواهران و مادران، برادران عزیز، شخصایی که در طرف بلیدش احتیاط باشه که وضعیت به حد بزی با سنجش سخت رفته شده. با کدام خاطر باره که نمو دیده رسو یک ویدیو ابرشین کردن که ما را مقصد زندگی کردن نمیتونیم، خین مشیده در طرف سلیکت بلیدش به حد سنجش سخت رفته شده. اصلا هم بگیریم حسابی بعضی برادران و خواهرای خودمون هستن. با کدام خاطر؟ با خاطر آنه که بچهای ما احتیاط نمیکنن، بچهای ما احتیاط نمیکنن. این پرم است که هی جمشید، ای محمد الله، ای خورشید، مقصد این پرم جوغای بابا جان، ای پر با پر داد میزنن. یک کس مقصد یا رزخای ایسوس میگه ما شهر ای مردم است. با خدا من نصیحتش کت نیستم، من برادر شما، منم مقصد تاجیکم، منم مینوس بسیار دارم. مقصد میگه شو بسر جوغا زمین، مقصد چی میگه؟ ما یک گپ داریم که با زبان خود ما گپ زنیم. این زمینی خدا، زمینی همه هست، ایشون نیست. خیلی میفهمیم یارانه که یا نمیفهمن. این شکایت کردیم ببینه که چقدر از مشکلی در سری همین تاجیک‌ها در طرف سلیکا تحت ایدامو سه کس چهار کس ملیسا گشته است. یعنی که التماس کردیم که دکومنت نداره، التماس احتیاط باشه. برادران مهربان خواهش میکنم احتیاط باشه، باز هم احتیاط باشه که الله شاید به حد چی میگن سنجش سخت گذشته شده. با همون خاطر خواهش میکنم از هر یک کدام شما که اصلا باید ما حرمت عزت خودمون بدونیم. متاسفانه حرمت عزت نمیکنیم، متاسفانه بی‌ادبی میکنیم، جنجال میکنیم. میگن میبخشه و همه را در نظر ندارم. میگن یک گاوری همه پدر ریخ میکنن از روی یک برادر، از روی یک برادری که مقصد از روی بفهمی یا که ناگهان یا که سلوچینش میگه بررسی یک کاری خطا میکنه. چقدر مادران و پدران و برادران عذاب میکشن. با همون خاطر خواهش میکنم از هر یک آدم شما که احتیاط باشه، فکری پدر مادرتون نکنی، کار اومده کار کنی، دمی جنجال نکنی. خیلی بعضی برادرها در جا رفتن خرج زدن. شما کدمی را اگر یک گناه مینه ای دیگه ملت زدنش یگان مقصد گوشو کش تا ویدنی در یک حالت اکنیش که هم کار آرام شو به تشویش شو بعد یک گوشکی میخواد گوشکوش میکشی. انا در هم گرمی کار مثل که هم بچهای پیتر بدن در همو گرمی کار انا سر میکنی چی در کار. یا هر یک کار با عقل و با فراست، یعنی که با وقت ساعت خودش صبر انشالله. هر یک کسی که خطا کار به جزا نمیمونه. هیچگاه یک کسی پس میزنه جنگ میکنه به خطا نمیمونه. اما وقت چی میگن؟ وقت ساعت خشه داره. شما میگیری در بامبی چی میکنی او آدم. این همجا شکایت کردم. من چند بار بودم در اون بلیدش سرکت خاک الحمدلله تو چندی که ملت خون بسیار شده هم قدر آواز صدا بسیار میشه. به حد میبینم ناحرمتیه بچه‌ها مقصد چی کارو نمیکنن، چه مستروی نمیکنن، چه غیجی نمیکنن. یا حرمت عزت مسلمانی خدمت تاجیک خدمت نشون میده که ما الحمدلله ملت سربلند پلوس این در گجای باشه فکر پدر و مادر تا کنه، وطن عزیز کنه. التماس همه تا خاطر اولاد دوست می‌دارم. خدمت که حجامه اومدنی است بیای شما دوستان خدا. ما اینه در ترگول سنتر مسکو دیم خدای هم تک اومده کافی برکت میگه. بچه‌ها طرف لوبلینو بسیار میدونن. راست اینم یه جای حجامه ما میشه.
офисо қатор ҳамҷа иншаллоҳ ҳамҷаи хидмат. мақсад аз ин рекламаи хидмам набояд, просто як огоҳона кардан. мо инҷа 24 соатем иншаллоҳ хидмат ки агар як пиёла чой мо гирифтани биё иншаллоҳ дар хизмати шумо ҳастем. биё ҳамҷа иншаллоҳ чақчақ мекунем, суҳбат мекунем. худо ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунаву ва чӣ мегӯян то ин накунем ки аз рӯи мо падару модара ва хештавор азоб кашан строят кунанд. худо нигаҳдори ҳар як қадами шумо. дар метрои Люблино дар хизмати шумоем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. акай бобоҷон, ина бачаҳои граница ҳаст сухан кардания. Салому алейкум акай бобоҷон, салому алейкум бародаро. ҳаракат кунем бародаро, дар мошинои акай бобоҷон 88 рафтем, граница соҳ саломат гаштем, омадем дар ягон ҷо гаи муман накард. ина бародаро ҳама шуда ҳаракат кунем. ҳама шумо ҳамон чӣ гуфтане? беҳтарин аст. на рафтем омадем бефемес дидем ҳама фемес ғалтидаиста мардак борим мо бефемес ин ака саломат рафтем омадем бачаҳо занг бизанед доим дар хизмати тоҷикои акай бобоҷон тоҷикистон ба пеш гап нест раҳмат. ин ҳамин мошинчои мо дигаро хай кам кам изо мекашидан. ин ади мошин соҳ саломат рафтем омадем бегаи ҳаракат кардем бегаи бефемес. ин акай мо омада иса мардак бори майда майда раҳмат.